بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، امروز یک شنبه است، روز اول عید سعید فطر است و شما عید مبارکباد میگم. و تمام خانواده های معزز شهدای قوای امنیتی دفاعی ما و مردم ملکی ما که در ماه اخیر و در ماه‌های اخیر جانهایشان در اثر حملات کورکورانه و به هدف تروریستی از دست داده شد، به او خانواده ها ابراز تسلیت و غمشریکی میکنم.